یکی از کوچه های خیلی پر درخت و خوشگل جمشهر اینجا بین بولوار مولانا و بولوار بهارستان. صدای کلاغا رو میبینید؟ از همه سحرخیزتر. نمیدونم درخت خیلی خوشگلیه، یه دونه تک درخت وسطشه. خانم راننده هم داره برعکس میاد. خیلی هم با اعتماد به نفس، مثلا انگار خیلی قانونیه کارشو. اینجا یه زمین خیلی بزرگیه، این مال آقای فاتح یزدی بوده. بعد جالب خودش هم توی همین زمین دفن شده. الان یه 2-3 سالی انگار وقفش کردن. نوشته موقوفه حاج صادق فاتح. خودش هم توی اینجاست. من خیلی قدیم، شاید نزدیک 15-20 سال پیش اومده بودم، قبرش اینجاست. میگفتن که این جهانشهر مال این بوده و جهان اسم خانومش بوده. همینجا این داخل همین وارد که میشیم 2 متر جلوتر اینم دیوارش. چه خوشگل، چه خوشگل. سلام سلام. بیا بابا، بیا بیا بیا. بیا بیا بیا. پس پس پس. عزیزم عزیزم، چه چشای خوشگلی داره. بیا بیا. میاو. چقدر شما دوتا خوبی، مادر و فرزندین. آفرین آفرین.
خیلی هم عالی. امیدوارم همتون شاد و سربلند باشین و روزگار بر وفق مرادتون بشه.